با یک شما سلام میرسونیم طریق برنامه فضای تلویزیونی سفینه. امیدواریم که از اون سوی دوربین ما رو تماشا دارید عزیزان دل و برای همه شما سلامتی، عمر بردوام، روزگار عاشقانه رو تمنا میکنیم. این برنامه فضا است، روشنی بخشی خاندان شما عزیزان. ما نیز در این شام زیبا برنامه داریم. بازم اشتراک دارن در برنامه ما هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه میرسعید علی حمدانی، در پهلوی من نوازنده بخش فرهنگی همین ناحیه یعقوب جان یوسف و همچنین راهبر بدیعی فیلارمونیای خلقی به نام هنرمند خلقی تاجیکستان استاد ادینه هاشموف، اکوی تیشه دولتوف. شما را هم خوش آمدید میگوییم، دسته هنری شما را هم خوش آمدید میگوییم. شما امکان دارید که هر دوتون برای نزدیکان و پیوندان، حق و همسایه ها و برای اون افرادی که دوستدار موسیقی و سرود و ترانه هستند از این منبر سلام برسونید. خواهش میکنم. با کمال احترام سلام عرض می نماییم با همه تماشابینان تلویزیون دوست داشته ترین سفینه و همه مردمی سربلند تاجیکستان و با آنها تمام خوشی زندگی را تمنا میکنیم. سلامت باشید. شما هم امکان دارید یعقوب جان مرحمت. سلام با بینندگان تلویزیون سفینه. سلامت باشین. تشکر. خب یعقوب جان شما اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من هستید در البته نامیناسیون نوازندگی. خب بیاید اطراف همین آزمون یک کمک خودتون صحبت کنید که چگونه اشتراک کردید، تو به دور جمهوریوی رفتید، جای چندم رو گرفتید؟ من جای دومی رو گرفتم در این سال. من سال یکم سال تشکیل شوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم، سال 2018 بود. در آنجا از دور یکم جای یکم گرفتم، دور ولایتی جای یکم گرفتم، در دور جمهوریوی سزاوار جای نگشتم و امسال خوشبختانه در دور جمهوریوی جا گرفتید. امسال بسیار کوشش کردیم، خطی استادا بسیار تیاری نغز دیدیم. در دور یکم جای یک سزاوار یکم گشتم، در دور جویم سزاوار جای یکم گشتم و در آخر سزاوار جای دوم گشتم. بسیار خوب. با کدام آهنگ ها در این میدان رقابت اشتراک کردید؟ در دور یکم از آهنگ استاد رسول اسلام نواختم، سزاوار جای یکم گشتم، بسیار احسن گفتند اعضای ژوری. در دور دوم کدام آهنگ رو؟ در دور دوم آهنگ استاد رحیموف رو نواختم. چی نام دارد؟ نام آهنگتون چی بود؟ سیر گلزار. خوب، وقتی که شما نوازش میکردید در همون صحنه بزرگ، مردم رو میدیدید، مخلصان رو میدیدید، دوستان صنعت رو میدیدید، خود را چگونه احساس میکردید؟ ترس و هراس بود؟ ترس و هراس البته صحنه هست، در صحنه ترس و هراس برآمد کردن در صحنه بسیار دشوار است. تیاری بسیار جدی بود امسال، بسیار تیاری نغز دیده بودیم، جای یکم گرفتیم بعد ولایتی. به هر صورت وقتی که اعضای حکمان در انجام هنگام بها گذاشتن به شما نگاه میکردن چی میگفتید خود به خود؟ مثلا من وقتی که در آزمون ها اشتراک میکردم، اعضای حکمان که نگاه میکرد من میهراستم، میترسیدم که گاه نگاه میافتم و یا که خالی پس میگیرم. خب یک ناامیدی قریب که مرا غلبه میکرد. وقتی اعضای ژوری با هم میموندن بسیار تعریف میکردم، بسیار نغز برآمد کردیم، میگفتم بسیار نوازش خوب. من لهجه استاد آدمشو غنیف آدمشو بسیار استادی عزیز من است. با روش نوازشی استادتون مینوازید. بسیار خوب، سلامت باشین. تشکر. این آهنگی که یعقوب جان در برنامه ما نواختن، آهنگ یکم، این آهنگ رو چند روز شما همراه دسته هنری کار کردید؟ آهنگی اول که وزیر شاگردی ما نواختن یعقوب جان ترانه وحدت نام داشته و خالم استاد اسلم جان رسولوف تعالی دارن که کس آهنگ ادم کس میباشن و ما یک جای تکمیل دادیم. وقتی که انسامبل موسیقیچی بالایقت هستن کار بینیات آسان می شود و ما ممکن در مدت یک هفته دو هفته یک آهنگ را با طرز پخته تیار کرده میرسونیم و در دور یکم همین آهنگی ترانه وحدتی چیزی که وزیر می نوازند همین را نواختم، بس با دور دوم راحت گرفتن. بسیار خوب. خب اکنون بیننده های عزیز، این شام در برنامه فضا ما فقط موسیقی میشنویم، موسیقی هایی که یعقوب جان یوسف و هنرمند بخش فرهنگ ناحیه میرسعید علی حمدانی همچون تحفه شامگاهی به برنامه فضا آوردن و بعد اکنون بعد چند لحظه صحبتی که کردیم موسیقی دوم رو میشنویم. موسیقی دومتون چی نام دارد؟ این موسیقی چگونه آماده شده است؟ موسیقی دوم باشد آهنگ استاد عبدالسلام رحیموف، استادی همه ما هستند. البته این آهنگ را ما در یک جایی برای دور دوم کار کردیم، این استاد آوردن
و چون آهنگ یکم خیلی شما شوی جان میگردید ما پیشکش میگردونیم و این هم خوشبختانه در دور دوم آزمون هم روخت گرفت و سزاوار جای اول گشت. بسیار خوب. آماده هستید که موسیقی رو بنوازید؟ سپاس. خب دوستان عزیز، موسیقی دوم رو در برنامه این شومینه میشنویم و باز بعدا به صحبت برمیگردیم. من گمان میکنم که همین اسبابی که شما در دست دارید، خواهش میکنم این اسباب نای نام دارد، همین گونه؟ نه. خب چگونه است نخستین بار وقتی که بر دست میگیرید این مشکلی ایجاد نمیکنه؟ چون دیگر با نفس کار میکنید، نمیدونم با انگشتا همین گونه بازی میکنید که یک موسیقی زیبا آرایش بدهید. بله مشکل است، نواختن این اسباب بیاد مشکل است. این اسباب چرا مخصوصا خواستید که شما نای نواز شوید؟ چرا دوتار نگرفتید، رباب نگرفتید؟ در دل حواس این نای نوازی بود. از خردی میدیدم استادم غنی بسیار نوازشوی خوب میکرد، میدیدم بسیار حواسم کردم نای نواز شدم. خب برای نازکی های همین اسبابی که در دست ما هست، اسباب نای، از خود کردن آمدید مکتب صنعت موسیقی خواندید نخواندید؟ بله. کجا رو تحصیل کردید؟ مکتب موسیقی نوحیه خوندم، تحصیل کردم. بعد از آن کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باقر استادی بهترین من در اینجا سعید صمیمی بودن. من 4 سال درس دادم، بسیار استادی بهترین است. بعد اون باز تکمیل اختصاص کردید؟ نه، بعد از آن نکردم. بسیار خوب. بر صورت یعنی که از مکتب موسیقی نوحیه شروع کردید، اومدید به کالج صنعت و این اسباب رو از خود کردید. و ببینید این اسبابی است که اصلا در ایام بهاران مثلا سر کوه بالای سبززاران نشستن و با این اسباب ناله کردن، گمان میکنم که به هم نوازنده هم شنونده این یک راحت جداگانه میبخشد. سپاس میگویم به شما برادر عزیزمون و باز صحبت میکنیم با اکوی تیشه دولتوف. شما گفتید که مثلا با هنرمندانی که لیاقت دارن کار کردن آسان است. خب من میبینم که
در برابر هنرمندان سالار همچنین هنرمندان جوان هم در گروه شما هست. خب میپرسم برای آماده کردن موسیقی ها، برای انتخاب متن ها، برای آهنگ ها از شما پرسش میکنم؟ البته بسیاری اول با کار میآیند با فیلارمونی ما، از بس که فیلارمونی ما نام استاد آدینه هاشمی فرا دارد. بله. ما همه مطربان کارمندان فیلارمونیا چون که مکتب آدینه هاشمی ما پابرجاست، برای من ما درست گپ سخت میگیریم. بله. شاگردان فرض کنیم اگر یگان متنی پس میارن یگان چیز با آنها فهموندگی میکنیم که برادر اینجا فیلارمونی به نام آدینه هاشمی است. روز دیگه میشه از صورتایی که در اول در نظر اونها سخت میرسه، یکی آهسته عادت میکنن. وزیر هم یگان متن میارن حتما میارن میپرسن. خوشبختانه کار در فیلارمونی آدینه هاشمی خیلی خوب پیش میره. بسیار خوب. از اشتراکتون در چورابینی ها چی گفته میتوانید؟ چگونه ترانه ها آماده میسازید؟ آوازخوانان مثلا گروه بخش فرهنگ بیشتر با کدام موضوع ها چنگ میزنن؟ اصلا اول موضوع تاجیکستان، یعنی وطن داری، وطن دوستی، وطن، وحدت، استقلالیت. چون که ما در فضای استقلالی زندگی میکنیم، این را ترانه کردن و استاد آدینه‌شون گناه است. البته این درای آسایشتگی اینقدر که همیشه آیت شکرانه بر لب آوردن از استقلال و از آبادی وطن این دیگر رسالت ما فرزندانی است که از خاک این سرزمین خانه میسازیم، از آبش تشنگی میشکنیم و در فضای آرام و آسودهش نفسی تازه داریم. و البته از سرود وصف مادر، هی عشق، من همه موضوع در اشعاری ما هستند. بسیار خوب. خب ببینید همین آبادی و آزادی و استقلالیتی که در کشور آفتابی ما پابرجا است بر رشد هنر هنرمندان ناحیه میرسعید علی حمدانی چگونه تاثیر میگذارد؟ شما چگونه میخواهید که وصف کننده این هم از زیبایی ها باشید؟ آبادی را میبینی، پیشروی را میبینی و خود به خود الهام میآید. بله. میخواهید ترانه که مثلا وظیفه هنرمند چی است؟ ترانه وطن. بله. استقلالیت پیشبردی کشور. و ما تربیه نسل جوان البته با سرود و آهنگ‌های زیبا و معنیدار و پر از قناوت. سلامت باشند. یک عالم سپاس. خب برادر عزیز یعقوب جان، موسیقی سومی که الحال ما و بیننده بسیار هم خوش ذهن تلویزیون سفینه منتظریم که بشنویم چی نام دارد؟ آهنگی بهاری وطن، آهنگی استاد طالب عبداللهیف است، استاد آدم شوقتی نواختگیان. بسیار آهنگ نواز است. آماده هستید که شما نیز نوازش بله. کنید؟ بسیار خوب. عزیزان دل، امیدوارم که خسته نباشید. میشنویم موسیقی سوم را و ما را امیدوارم این موسیقی به یک عالمی رنگینی ها، به یک عالمی زیبایی ها میبرد و بعدا باز برمیگردیم.
خب سپاسی گرم به همه شما و یعقوب جان چی تدبیرها و چی اندیشه های نوین در پیش دارید برای رشد هنرتون میخواهید چیکار کنید؟ در پی جستجوی آهنگای نو، در پی ایجاد هنر، پیشروی هنر. شما که رهبر بدیعی فیلارمونیای خلقی ناحیه میرسعید علی حمدانی به نام استاد عادنه هاشموف، هنرمند ممتاز، هنرمند خلقی تاجیکستان هستید. شما چی میاندیشید سر آنه که گروه کاریتان هنرشان رشد کند؟ شما توانید که با بهترین برنامه هاتان تسخیر کننده قلب های دوستداران فرهنگ و صنعت ملی باشید؟ ما چون که در بالا گفتم کوشش میکنیم هر روز با جوانانی که با کار میآیند با آنها چیزی که ما خودمان آموختیم از کلانسارا با آنها آموزانیم و فهمانیم که عموما صنعتکار به جستجو نمیشود. بله. در شخص صداقت نمیشود. برای این در لایزگی مسئولیت میکنیم یک جایی میفهمونیم که برای آن چخیلی که حضور فهمیدیم یعقوب جان صداور جای دیون گشتن از خسرو جان شجاعی را گرفتن همین آسان به دست نیامده است. اگر هم تو فکر کنیم در نظر بعضی آدم‌ها میتونه خیلی از صنعتکار باشه یا سرود خوندن، بله. یک سرود خوندن یک آهنگ نواخته تهیه کردن این بسیار زحمت زیاد میکشه. برای ما خیلی میفهمونیم مصلحت میدیم که همه خیلی کار مشکلی نمیشود. کار کردن در کار که با بالا رفتن. مهنت تو مهنت نکنی راه نمیبینی. خیلی مهنت که میکنن وقتی نتیجهش رو میبینن کس حلاوت میبرد که مهنت نتیجه داد. بله. سلامت باشین. تشکر. من از برای گروه ایجادی شما، برای اهل هنرمندان ناحیه میرسعید علی حمدانی در راه ایجاد قرار میخواهم. آرزو میکنم که به همان خواسته های قلبتان برسید و همیشه در جریان باشید و در رشد فرهنگ و سنت قدیمه ملت تاجیک سهمی بارز خودتان را گذارید. دیگر همین است رسالت یک فرد فرهنگی. تشکر. موسیقی چهارم چی نام دارد؟ آهنگ چهارمی که وزیر شاگرد ما مینوازند فیض استقلال داشته با قلمی استاد رحمان قدس سفر تعلق دارند. پس در وقت موسیقی کار میکنن و با این آهنگ انا شاگرد ما صاحب جای دیم گشتن در دوری جمهوری برآمد کردن و خواهش میکنیم که این آهنگ پیشکش خوانند تماشا بینو گردن. بسیار خوب. تشکر. سپاسهای گرم به یک شما و به بیننده های عزیز. ما در انجام برنامه‌مان فقط خوشبختی های بردوام، روزگار آسوده، تن سالم را آرزو میکنیم و تمنا میکنیم که صلح و ثبات، امن و امنیت و استقلالیت در کشور اجدادی ما تاجیکستان جاناجان ابدی بماند. میشنویم موسیقی را تا نزدیکترین دیدار.